حواست باشه این سری قبل داستان درست نکنی ها. شاگردای این کلاسی که میشناسی همشون غیر عادی ان. نه آقا خیالت راحت. من یه گرگ باران دیدم با قبلا خیلی فرق کردم. آقای گرگ چش نخوره آقا معلمون، قربونت بشم. انشالله که همیشه سایت بالا سرمون باشه. بچه خدا وکیلی خیلی دلم براتان تنگ شده بود. خب بعضی از شبا یادتان نمی‌کردم. خب خدا میدونه یعنی دلم براتان اینقدر شده بود. خب اصلا نمیدونم چی بگم، اینقدر یادتان نمی‌کردم که حد و حساب نداشت. خب یعنی شما اصلا یاد منو نکردین؟ نه دیگه چقدر سوال بپرسی. یعنی توف تو روتان بیاد. از این بعد امتحان از دان میگیرم، سوال از دان میپرسم و پوست از سر تک تک دان میکنم. چی گفتی؟ آیا امینی شما اینجا تشریف دارید؟ آقا شرمندم اصلا حواسم به حضور شما نبود. خیلی خوش آمدی. قدمت روی شجام. آقا بریم دستشویی. بشین سر جات آقا. خب بچه‌ها بریم سر درسمان. آقا بریم دستشویی. آقا بشین سر جات بذار حالا هی برسی سر کلاس. بچه‌ها این زنگ جغرافیا داریم. مملکتمان خشکسالیه. دعا کنید که یکم باران بیاد. اجازه اگه قرار بود دعای ما بجیره چی شما الان 20 بار زیر تریلی رفته بودی. فکر میشه سر جات بیهوده. معماریان واحد پول بوسنی چیه؟ نمیدونم آقا. من چه رفته؟ مخترع کشتی بخار کیه؟ اونم نمیدونم. اذیتش نکن، بنده خدا بلد نیست. نمیدانی؟ داداش بذار بپرسه معلوماتش بره بالا. بپرس آقا معلم بپرس. حامد تبریزی بلندترین برج ایران چیه؟ برج آزادی. باریکالله ماشاءالله. میدون هورک چی؟ اون زنه. احمق بلندترین برج میلاده. اجازه میشه بیام عملی انجام بدم؟ بیا ببینم. برو ماشاءالله. لاتی ها لاتی. ماشاءالله. دکتر بذار کنار. آقا خیلی مخلصیم. آقا میشه بلندشین عملی انجام بدم تا گانشین؟ ممنون میشم. آقا الان قد کی بلنده؟ شما. من. میشه انگشتتون سیخ بزن رو سرتون؟ بعد الان قد کی بلنده؟ شما. من. خب الان قد کی بلنده؟ شما. آفرین. برج میلاد مرد حسابی سیخ وایساده انگشتو سیخ گذاشته تو کلش. آزادی 180 باشه در رو معرفتش. اگه اون صاف وایسه از این یکی بلند. الان کدوم برج بلندتره؟ آزادی. اینطوری گانه میکنن ها. برو گم شو آقا. برو بشین سر جا. برو بشین سر جا. اوکره. حمید شربتی جغرافیا چیست؟ آقا اجازه آقا، جغرافیا کتابی است که در کیفمان میگذاریم. بشین سر جا. گوشتم. آقا بذار بریم دیگه دستشویی دارم. آقا بهت گفتم بشین سر جات. نه بهادر فیلا کجا پیدا میشن؟ آقا اجازه فیلا انقدر گندن اصلا گم نمیشن که. بشین سر جات مارموله. بچه‌ها این نقشه جغرافیاست. بچه‌ها این گربه ایران ماست. ایران ماست. ولش کن اصلا چیزه. حامد تبریزی ما الان کجای این نقشه قرار داریم؟ آقا پایین در از بچه‌های پایین. ایوالله. اونجا پونیزو میبینی؟ اونو برداری ما زیر اونیم. بچه پایینم باخ نمیده. خفه شو. درال معماریان زیباترین شهر دنیا کجاست؟ جلاتیه رو بگم. بگو داداش. سان فرانسیسکو آقا. بابا یزیده. چاکره داداش. آفرین بیا پاتخت هینه بنویس. غلط کردم. قم بهترین و لاتی ترین شهر دنیاست. باریکالله. قم و شاخلاری. زیبا قشنگ لاتی. قم و شاخلاری. بیام بنویسم قم. بشین سر جات گردن خورد. آقا اجازه من از شما یه سوال بپرسم. خرگوش ها بعد از 4 سال چیکار میکنن؟ خود دنبال جفت میگردن. نه به زندگی خودشون ادامه میدن. خندیدی.
این چیه ریخته اینجا؟ باید نمیبینی آب دیگه. آب چی؟ آب قمقمه همه. آب قمقمه چرا ریخته اینجا؟ سوراخ شده ریخته. کو قمقمه سوله خود کو؟ اینجا انداختمش بیرون. بیا برو بیرش بینم. آقا سلام آقا بالانس بود ادرار میاد معلم گفته یه خود کمتر خرابکاری کنیم بچه همون اذیت میشه گم شو برو بیرون. پس من یه گچ برم. غلط کردی برو گم شو. مهدی تبریزی خط فقر چیست؟ اجازه وقتی سر من تو وانت با خشتش آی راننده لنکروز تو یه خط قرار بگیره به این میگن خط فقر. زیر خط فقرم بلدم بهت بگم. بشین سر جات بیهوده. بچه ما تو دنیا کلی کشور داریم. معماریان با کشور یه جمله بساز. کشور؟ آقا ما با کشور رفتیم خورد تو چشمون خیلی هم درد داشت ناموسن داد. پسرم شما اهل تهرانید؟ نه آقا ما بیشتر اهل مطالعه هستیم. نزنش هست یابو. برما داداش گناه داره بابا پلشت. بچه ها اشایر عزیزمان برای مملکت ما خیلی زحمت میکشن. حامد تبریزی اشایر چرا حرف از کوچ میکنن؟ آقا چون به شما ربطی نداره چرا کوچ میکنه. من اونا میان از شما بپرسن که چرا کوچ نمیکنی. تو رسن کلتو بکن تو لاکت. دو تا گوشن کنار واسه داره. یه دقیقه گوشی. آقا بخشی یه سوال داشتم ازتون. جانم. این خط استوا اعتباری یا دائمه؟ بیام اونجا تو پاسا. بچه ها الماس های کوه نور و دریای نور از گران قیمت ترین چیزهای موجود در دنیاست که به هیچ قیمتی نمیشه بفروشیشان. آی مهدی امینی شما چه چیزی داری که به هیچ قیمتی نمیتونی بدیش؟ رگ غیرت همه به هیچ قیمتی نمیفروشه. Biz buradayıq buralara gəlin. Günümüz günahdır, gönümüz gəlin. Həyat çətin paradır dəlil. Sizlərin gözünə qara ağ dərim. Hap sənətimdir mənim. آقا اجازه سوال دارم ازت. کدوم جانداره که بعد چند سال زندگی نه خودش به جفتش توجه میکنه نه میذاره دیگران به جفتش توجه کنن؟ پلنگه؟ نه آقا به نام خدا مرد ایرانی. توف درود بیا. آقای عزیز اجازه کجا در بیاری. آره من خدا کنه. بچه ها کی میتونه نام یکی از پرنده های در حال انقراض دریاچه هامون برای ما بگه؟ آقا سوال خیلی سخته. راهنمایی میکنید داداش. راهنمایی. ویق 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 ویق. قازه؟ نه قاز که اینجوریه. آی مرغابیه؟ نه بابا جان صدا مرغابی اینجوریه. آقا بخشی این صدا اسبه؟ نه پدر جان صدا اسب اینجوریه. اینجوریه. آره. اجازه صدا خرم میتونی در بیاری؟ بچه ها کی درس نفهمید؟ من آقا. میخواستی گوش بدی؟ به درک. چی؟ میخواستی گوش کنی آقا. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند. بلبل شوقم هوای نغم خوانی میکند. همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست.